ما با دنیا هم دعوا نداریم، 100 بار بهشون گفتیم، ولی اونا نمیخوام ما سر پا بایستیم. میگن شما بیایید موشکی رو ما هم بحث کنیم. خب بحث کردیم، اسرائیل اونجا مجهز کنن، ما رو اینجا بگم موشک هم نداشته باش، دفاع هم نکن، بعد هر وقت دلش خواست بیاد ما رو بمباران کنه. چه بلایی سر این مردم قضا آورده. و هیچ کی هم توی دنیایی که دم از حقوق بشر و انسانیت رو دارن میگن، هیچ کی الان صداش در نمیاد، راحت میزنه نشون. واسیم بزنن ما رو. یعنی واقعا اینا دلشون میخواد. ما نمیخوایم دعوا کنیم، ما از روز اول اومدیم، ما قصد دعوا کنیم، ما میخوایم تو این دنیا با صلح و امنیت زندگی کنیم، اما قرار نیست با ذلت زندگی کنیم. قرار نیست اونا هر چی دلشون خواست تحمیل بکنند و ما نوکری اونا رو بکنیم. همان گونه که شما میتوانید، مردم ایران ما میتوانند و ما میتوانیم کشوری درست کنیم آباد و سربلند و با قدرت بریم جلو. بشینم با منطق در چارچوب و همون قوانین بین المللی بشینم، ما حاضریم گفتگو کنیم. این که بگن شما این علمو نداشته باش، این مهارت رو نداشته باش، حق دفاع از خودت هم نداشته باش، هر وقت هم زیاد حرف زدی بمبارانت میکنم.